قدم قدم تا قله آرزو میرسند تا با پای پیاده، اونایی که با همت و اراده کار میکنن کارای فوق‌العاده. این روزا هر کسی طلای ناها با سکه کار و تلاش میخره، جوونی که صاحب پشت کاره گنجای دنیا رو باهاش میخره. کار تو وجود آدما جوهره، حتی گرون تر از طلا گوهره، گوهری که با نور علم و ایمان میشه نشانه افتخار ایران. این روزا هر کسی طلای ناها با سکه کار و تلاش میخره، جوونی که صاحب پشت کاره گنجای دنیا رو باهاش میخره. شخصی که بیمار میشه خودش نمیتونه کار بکنه، درآمد خودش کاهش پیدا میکنه. سلامت از نان شب واجب‌تر. فکر میکردم که خب من الان جوونم، هیچ مشکلی برام پیش نمیاد، نیروی جوونی دارم، هیچ وقت دردی سراغم نمیاد، ولی اینطوری نبود. همه اینها لازم سالم باشن تا بتونن کارشون رو خوب انجام بدن. این همون اقتصاد مقاومتیه که میتونه توی خانواده شکل بگیره. مثلا فشار به خودم که می آوردم، خب چرا؟ گاهی بیشتر گاهی کمتر، حالت سینوسی. بله، مثلا کار زیاد که می‌کردم 10 ثانیه نگه می‌داری، بعد 10 ثانیه کف پا رو می‌ذاری زمین. کمر رو، اون قوس کمر رو سعی کنی بچسبونی به دیوار. کمر رو به طرف عقب هدایت می‌کنی، بچسبه به دیوار. مشکل من تقریبا از 2 سال و نیم 3 سال پیش شروع شد، وقتی که مادرم دید که کمر داشت حالت استراحت مطلق بودش. حرکات اشتباهی که به کمرم فشار می‌دادم، مادرمو می‌خواستم بلند کنم مثلا بشونم، وقتی که بلندش می‌کردم خب من مثلا شاید بگم باید به خودم نزدیک می‌کردم که به کمرم فشار بدم، مثلا یه حالت اینطوری بلندش می‌کردم، حرکات اشتباه زیاد انجام می‌دادم. من توی همون دوران خودم یک روز یه شب خوابیدم پشتم، کمرم من اصلا قفل کرده، چنان گرفته که اصلا نمیتونم هیچ حرکتی بکنم خودم. حالا از اون مادرم خودش افتاده، از این ور خودم هم به این حالت، اصلا کلا زندگی ما به هم ریخته بود. روایات رو که مرور بکنیم 2 تا نعمت رو ذکر کرده، یک نعمت سلامت و صحت، 2 امنیت، که اینها تا زمانی که مقفول واقع شده درکشون نمی کنیم و هر وقت که اینها آسیب دیدند اون موقع ارزششون رو درک میکنیم. دوران جهیزیه خب من خیلی به خودم فشار دائم، خرید سنگین سبک، خیلی به وزن مثلا سنگین سبک خیلی میکردم، کارهای سنگین زیاد انجام میدادم، به خودم خیلی فشار میدادم تا اینکه باردار که شدم. از اونجا کمردرد من هر روز شدیدتر شد. بعد دوران افسردگی حاملگی پیدا کردم، مخصوصا اوایلش اصلا تغذیه‌ام اصلا یعنی هیچی نمیتونستم بخورم. چند سال اخیر صحبت‌هایی هست مبنی بر توسعه پایدار. توسعه پایدار محقق نخواهد شد مگر اینکه ما مبنای این توسعه رو روی انسان‌ها بگذاریم. نیروی انسانی است که میتونه توسعه پایدار رو ایجاد بکنه. آرامش روانی، سلامت روانی آدم‌ها رو جزو یک برنامه ضروری و جزو یک حق برای هر کارمند و هر یک خانواده ببینند. یعنی برنامه‌ها رو به شکلی جلو ببرند که این رو جزو یک حق ببینند و هر روز در قاعده‌هاشون و در برنامه‌هاشون این افزایش پیدا بکنند. از سال 77 کار رو تو سازمان صدا و سیما شروع کردم و با شغل خبرنگاری پیش از اون فکر نمی‌کردم بتونم تاثیرگذار باشم یا اصلا چنین کاری رو انجام بدم. اما
واقعا نیاز احساس شده بود که شاید برخی از مسئولین خواسته بودن که این کار هم انجام بشه و من رو پذیرفتن و من هم وقتی وارد کار شدم احساس کردم که نه، مثل این که میشه اطلاعات و فرهنگ سلامت رو از طریق بسته‌های کوچیک اطلاع رسانی به مردم رسوند و نسبتاً هم موفق بود. از قدیما یادمه تو فیلم‌ها وقتی می‌خواستن نشون بدن یکی مرد اینو می‌ذاشتن. حالا می‌بینم در واقعیت هم همینه. با ایستادن قلب در یک لحظه همه چی تموم میشه. قلب این عضله‌ای که هر روز بیشتر از 100,000 بار و در مدت عمر متوسط انسان بیشتر از 2.5 میلیارد بار باز و بسته میشه، پمپ خون در بدنه. نزنه خون به هیچ جا نمیرسه. خب خیلی وقتا توی گزارش‌هایی که تهیه می‌کردم یا حتی متن‌هایی که می‌نوشتم، تحلیلایی که بود یا بحثایی که مثلا بعد یه موضوعی رو، خبری رو تفسیر می‌کردیم یا خبر رو اعلام می‌کردیم، دائما احساس می‌کردم رد پای اقتصاد وجود داره، به خاطر اینکه شاید این ارتباط اقتصادی در کشور ما هنوز بین بیمار و پزشک و مسئول و کارشناس حذف نشده. همچنان ارتباط وجود داره، ارتباط دو نفره است. نیومده یک سازمانی این وسط بتونه ارتباط رو کاملا حذف بکنه. خب بیمه هامون دارن کار میکنن، اما شاید بیمه هامون هم به نوعی بیمارن. نکته مهم اینجاست که استخوان‌ها تا 30 سالگی محکم میشن و از 30 به بعد روند تحلیل اونها شروع میشه. من استعداد بعد از زایمان اصلا نداشتم تا اینکه یک روز من کمرم قفل کرد. از اون روز به بعد من کلا یه درد شدیدی پیدا کردم و لحاظ کمرم که تو پام میزد. کلا اصلا من زندگی مختل شد. یعنی دیگه تو خونه خودم نمیتونستم باشم، دائم خونه مادرم بودم. یه تخت کوچیکی برای من درست کردن که من شاید بگم 1.5 ماه 2 ماه دائم رو اون تخت خوابیده بودم. حالا حساب کنید که این بچه شب بیدار میشد، خب شیر میخواست، مشکلات خاص خودش بود، اصلا حالا مادرم اون ور بیار بچه رو جمع کنه، اصلا اینکه خودم نمیتونستم به بچه‌م رسیدگی کنم، خودم نمیتونم تر و خشکش کنم، واقعا این برام عذاب آور بود. یه دوره خیلی در واقع چندین ساله‌ای مادرها بچه‌های خیلی خوبی تربیت کردن، یعنی با شدت و حدت، با انرژی که زیادی که گذاشتن بچه‌هاشون رو آنکاد بار آوردن که بتونن مثلا پیشگیری کنن از این موضوع. اما این تداوم نداشت، خسته میشن چون نهادینی نیست این موضوع. نیروی انسانی زمانی میتونه کشور رو به سمت توسعه پایدار حرکت بده که سالم باشه. پس شرط اول برای توسعه پایدار داشتن انسان سالمه. پس این نشون دهنده اهمیت سلامت هستش. یه سری هزینه‌های مستقیمی که پرداخته میشه برای به دست آوردن سلامت یا کاهش اثرات بیماری. خب من قبل از اینکه کمردرد و این درد و سراغم بیاد، خب یه زندگی نرمال خیلی خوبی داشتم. کارم هنر و نقاشی هستش. من دائم کلاسای نقاشیمو میرفتم. خیلی توی این قضیه پیشرفت کرده بودم. شخصی که بیمار میشه خودش نمیتونه کار بکنه، درآمد خودش کاهش پیدا میکنه، عدم اطمینان و عدم خاطر جمعی برای خانواده‌اش به وجود میاد. اونا هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیمی باید ایجاد کنه. به مجموعه اینها ما میگیم هزینه فرصتی که بیماری ایجاد میکنه. من به خاطر بیماری مجبور شدم کارمو بذارم کنار. و این خب خودش بار مالی داره دیگه. بالاخره منم خب کمک هزینه شاید خونه بودم یه جورایی، ولی این قضیه قطع شد. خب این خودش یه سری مشکلات داشت برام. بالاخره هزینه‌های درمان من کم نبود. من بابت خب خیلی داروها، مثلا فیزیوتراپی، خیلی کار بالاخره اینا هزینه داره. فرد هیچ وقت ناراحت این موضوع نیست که چرا داره این هزینه رو برای دارو و درمان خودش متحمل میشه. فرد از این نارضایت داره که این میتونسته که این هزینه رو که بیمه پرداخت کنه و یه سالانه بیمه پرداخت کنه رو تو جای دیگه برای رفاه دیگه و برای فرهنگ دیگه برای بچه‌اش هزینه کنه. و دقت بکنیم هزینه فرصت را ممکن لزوما خود فرد هم نپردازه. هزینه فرصت را بخشش جامعه میپردازه. وقتی که یه کارگری به دلیل بیماری نمیتونه بره سر کار،
صاحب کارش هم متضرر میشه به خاطر نبودن کارگرش. من کار هنریم کلا قطع شده دیگه، نمیتونم حتی بشینم یه طرح کوچیک نقاشی بکشم یا میگم کار عادی، هیچی. من فقط این که الان روز شبم میشده که بخوابم بیدار شم، فقط مثلا خوشحال باشم که الان امروز من خب یه ذره من تونستم پامو صاف نگه دارم، یکم تونستم کمرمو صاف نگه دارم، فقط الان خوشحالی من اینا شده. یعنی واقعا قبلا اون مسائلی که داشتم که مثلا همیشه به شوهرم میگم من اون موقع خب چقدر شاد بودم این ورمی، ولی الان آرزوی من، شادی من اینه که من بتونم مثلا 10 قدم بیشتر راه برم، یه خود بیشتر بتونم حرکات انجام بدم، مثلا بتونم یه ورزشی بکنم، استخرمو برم. الان واقعا نمیتونم الان. یک گزارش بود در یکی از کشورهای غربی، طی 1 سال چیزی حدود 60 بیلیون دلار یا 60,000 میلیون دلار هزینه به اقتصاد اون کشور تحمیل شده، ناشی از درمان فقط یک موضوع، دردهای کمر. 60% از دردهای کمر ناشی از فعالیت‌های روزمره زندگی ماست که به طور غلط انجام میشه. آموزش رو ما داشته باشیم، میتونیم 60% از بروز دردهای کمر جلوگیری کنیم. در اصل 60% از اون هزینه بسیار سنگینی که اشاره کردم تحمیل میشه به اقتصاد کشور رو کاهش بدیم. خیلی افراد به این مسائل سلامت و اقتصادی که میتونه در آینده توی زندگی اون فرد تاثیر داشته باشه فکر نمیکنه. مثلا مدیر ممکنه که فکر کنه خب این برای من حسابداری بکنه یا این کارم انجام بده یا این کارگر تو کارخونه من کار بکنه، به این فکر نمیکنه که این آیندهش چی میشه، آیا زود از کار میفته یا نه، در داخل ریه های این داره چه اتفاقی میفته، عضلاتش چی میشن، ستون فقراتش چی میشه، خانواده‌ای داره، یک انسانه. شاید کمتر به این موضوع توجه شده. بوده جاهایی هم که تو حتی کارخونه‌های بزرگ خودروسازی رفتم و خیلی هم خوشحال شدم چون دیدم هر روز یک متخصص طب کار میاد اونجا بررسی میکنه. دیدم وسایل ورزشی کنار کارشونه، قبل از اینکه کارگرها توی بخشی وارد بشن حتما باید اونجا ورزش بکنن و خیلی کیف کردم. حتی گزارشم ازشون تهیه کردم. عوامل اجتماعی که بر سلامت اثرگذار هستند متعدد هستند، از فقر گرفته، بیکاری، اعتیاد، ایدز، زنان سرپرست خانوار، کودکان خیابانی، کودکان کار، اینا همشون بر سلامت اثر دارن. خانوما گلستینا هم 2 تومانی و 3 تومانی رابط هم دارن، جای دکمه ازش استفاده میشه 2 تومنه. کلیپس روسری گیرای انباریم 1000، ساده هاشون 500. بیکار شده بودم، واقعا احتیاج مالی داشتم. روز اول که رفتم خیلی واقعا واسم سخت بوده، هم مأمور میگیره هم اصلا وسیله با اون حرف بزن. روزی ببین من روزی بکن 100 تا 200 تا با آدم حرف میزنم، اصلا ارزش نداره. واقعا یه جورایی در شأن یه دختر نیست که بیاد دستفروشی واسه دختر بده، فقط جامعه واسه جامعه خیلی بده. ورود در مشاغل کاذب میتونه اتفاقا سلامت روحی و سلامت جسمی آدم‌ها رو تحت تاثیر قرار بده. این فعالیت‌ها غیر قانونی هستند، یعنی فرد با فرض ناامنی وارد این فعالیت میشه. ممکنه میزان درآمد، میزان پول‌آوری اون زیاد باشه، ولی هر لحظه احساس میکنه که این کار باید متوقف بشه. از طرفی ناامنی شغل رو خواهد داشت و از طرف اگر پولی هم به دست بیاره ممکنه پول کلانی باشه، ممکنه پول بادآورده‌ای باشه. اون قطعا روی سبک زندگیش میتونه مؤثر باشه و سبک زندگی غیر اخلاقی ایجاد میکنه. شروع میکنه نه بابا این اصلا معلوم نمیخواد چیکار کنه، فکر کنم از یه کسی دیگه داره فیلم میگیره، منو تو سر کار گذاشت.
خانواده اگر تصادف نکنه قطعا هزینه کمتری مصرف میکنه. پس اگر تو رانندگیمون مراقب باشیم آیا کار سختیه؟ فقط اگر توی یک رانندگی مراقب باشیم یک تصادفی که حتی منجر به جرح و خدای نکرده مرگم نشه بالاخره هزینه داره برای خانواده دیگه، درسته؟ اگه خدای نکرده منجر به صدمه و یا مرگ بشه که خیلی بیشتر. تصادفی رخ میده به واسطه اینکه خودروی ما استاندارد نیست یا جاده مشکل داره یا راننده مشکلی داره که نتونسته کنترل بکنه خودرو رو، عده‌ای مصدوم میشن، منتقل میشه به سیستم بهداشت و درمان کشور، هزینه های اونجا بایستی انجام بشه. پس یک فاکتور، یک موضوعی که خارج از اختیارات وزارت بهداشت، هزینه هایی رو به اون مجموعه که در اصل منابع مردم هست، سرمایه مردمه که در اختیار این وزارت خونه قرار میگیره برای حفظ سلامت و درمان مردم. و ما سالانه 20,000 نفر رو داریم توی همین در واقع سوانح از دست میدیم. 6,000 تا اینا گروه سنی خیلی کودک و نوجوانن. خب اینا همه صدماتیه که به خانواده داره وارد میشه، به جامعه هم وارد میشن. یه نکته ساده میگم خدمتتون، من همیشه تو اداره خودمون مثلا حالا یه فضای کارمندیه، وقتی که برای ناهار میرم قصه‌ام میشه که چرا قاشق چنگالی که توی بسته دارم به من میدن که با غذا بخورم توش یه بسته نمکه. خب میگم این بسته نمک میتونست نباشه، حالا نهایتا یه نمکتونی روی بعضی از میزها وجود داشته، من مجبور میشم نمک رو بخورم. خب تو به من این فرهنگ رو یاد بده که این نمک رو از غذام حذف بکنم. ما خیلی از چیزا رو میتونیم مثلا فرض کنیم با پیشگیری، با تغذیه، با ورزش کردن و با به رعایت بهداشت فردی خیلی جلوگیری از مصرف بسیاری از دارومون رو کمتر کنیم. تمام توصیه ما برای تغذیه اینه که چربی کمتر، شکر کمتر مصرف بشه، از طرفی لبنیات بیشتر و سبزی و میوه بیشتر مصرف بشه. سیگار و قلیان که متاسفانه تصور میشه که هیچ مشکلی نداره، به خصوص قلیان که الان خیلی هم داره اضافه میشه، اینها اثراتش رو بعداً نشون میده. الان مصرف فست فودایی که ما تند استفاده میکنیم و هی هم از خودمون میپرسیم که چرا اینقدر سرطان تو کشور ما زیاد شده، برمیگرده به همین مواد غذایی که معمولا سالم نیستن ولی ما بدون توجه بهش چون لذت میبریم از خوردنش اینا رو داریم مصرف میکنیم. برای این باید با همدیگه مراقب همدیگه باشیم، در واقع به هم دیگه کمک بکنیم و یادمون باشه که با این کارا میتونیم جلوی خیلی از مشکلات خانواده و حتی دولت رو در بحث‌های اقتصادی بگیریم و این همون اقتصاد مقاومتیه که میتونه توی خانواده شکل بگیره. آقا تمام کثیف دست میزنید توش. اب نداره؟ میتونیم خانم داشت مریضی میبینید؟ کار کنیم. کارمون همین میکنیم. زایات هم میکنیم. زایات کار کنیم. شده شما یا همکارتون داشته بیماری خاصی هم بشین بابت جابجا کردن این زباله؟ از خودم که نمی‌تونم شده اصلا همکارم اصلا حواست یه واسه حواسش نبود دست به صورت زده تمام صورت تمام جوش اینا زده زخم شده اینا. ببینید بعضی از مثلا میشه گفت چیزای پزشکی ما رعایت نمی‌کنن. من خودم همین 2 ماه پیش کارگری بود که تو دستش سرنگ رفته بود، دستش کلا عفونت کرده بود. سلامت از نان شب واجب‌تر. چرا؟ چون اگر من یا هر خانواده نان شب نداشته باشیم نیمه شب به منزل همسایه مراجعه نمی‌کنیم که نان شب نداریم، ولی اگر مشکلی برای یکی از اعضای خانواده ایجاد بشه حتما از همسایه هم کمک می‌گیریم. گاهی ما میگیم که سلامت با حتی سطح
درخواست مردم برای آزادی، درخواست مردم برای حقوق شهروندی ارتباط مستقیم داره. مثلا وقتی میرم توی محیط کار، دلم میخواد که توی اون فضا ببینم که اگه یک کارخونه خیلی بزرگه، نه حتی یک کارگاه یا یک اداره است، ببینم که یک کارشناس طب کار اونجا کار میکنه باهاشون، یا اینکه حتی ساده ترینش فیزیوتراپیست یا یک حتی ورزشکار یا مربی ورزشی داره براشون کار میکنه، اطلاعات میده و دوره اینها رو میبینه. چون آدم ها ممکنه تو محیط کار شکل‌های مختلفی داشته باشه کار کردنشون. یکی حسابدار مدت ها باید بشینه و قوز کنه، یکی صندلیش باید ویژه باشه چون ساعت‌های زیاد میشینه. فکر می‌کردم که خب من الان جوونم، هیچ مشکلی برام پیش نمیاد، نیروی جوونی دارم، هیچ وقت دردی سراغم نمیاد. ولی اینطوری نبود. با حرکات نادرست، رفتار نادرستی که شاید انجام دادم توی لحاظ جسمی و فیزیکی، دیدم که نه، اصلا الان یه جوری هست که جوون و سن بالا اینا نداره. اصلا مریض شدن واسه شما چه هزینه هایی رو داشت؟ خب بعد از اینکه متوجه بیماریمون شدیم، خب همسرم که تو فاز بیماری بود که کلی هزینه آزمایش‌های مختلفی که داشت، بعد بیمارستان که بستری شد، بعدش که دیگه فوت کرد و اصلا زندگیمون دیگه از این رو به اون رو شد. بعد من دیدم که خودم هستم و یه بچه مریض، یه زندگی با یه حقوق مستمری مثلا 153 تومن بهم میدادن. خودم رو زیاد در نظر نمی گرفتم. اون موقع بیشتر توجهم روی پسرم بود که مبتلا بود. مجبور شدم اون یه دارویی رو بخرم از یه شخصی که وارد کننده دارو بود. ماهی چقدر باید هزینه اون دارو رو میدادم که دارو رو بگیرم که بچه‌م رو به بهبودی بره وضعیتش. یا خیلی از چیزایی که مثلا حتی فامیل شوهرم مثلا می‌خواستن بچه سالممو بگیرن، مجبور شدم وکیل بگیرن. یعنی اینا همه بارایی بودش که این بیماری روی دوش من گذاشت. یعنی من هم داشتم مثل بقیه زندگیمو می‌کردم. ماهی نزدیک به 100,000 تومان فقط پول داروهایی که میگیرم برای جدا از خودم. مثلا پسرم هستش که داروهایی که برای اعصاب و روان میخوره. الان خودم رو با خواهرام مقایسه میکنم، میبینم اونا اصلا غرق خیلی مسائل دیگه این که الان برای من خیلی پیش پا افتاده و مسخره است که آی فلانی چی گفت و فلانی چی خرید و چی پوشید و چی کجا رفت. یعنی همه توی همچین دایره‌ای میگنجه. بسیاری از هزینه‌های سلامت میتونه پیشگیری بکنه از عارضه‌هایی که ممکنه در آینده ایجاد بشه. به همین دلیل به خاطر اینکه اون عارضه‌ها همراه با عدم اطمینانه، ممکنه خانواده‌ها، به خصوص خانواده‌هایی که از لحاظ درآمدشون پایین‌تر هست، توانایی و یا انگیزه لازم برای انجام دادن اون هزینه‌ها رو نداشته باشن. خب من این هزینه‌هایی که کردم از دوران از وقتی زایمان کردم، خب هزینه‌های زایمان، بعدش کمر درد، همه اینا خب هر دفعه ما این هزینه‌های هنگفتی می‌کردیم. حالا ما شاید حدوداً 5 میلیون هزینه فقط درمان کردیم، فقط درمانی که حالا من بتونم سرپا وایسم. فقط ما مراجعه کننده بسیار زیادی داریم که از پرداخت دارو عاجزن. خب اگه این هزینه‌ها رو ما نمی‌کردیم، خب شاید من خیلی به زخم‌های دیگه زندگی می‌زدم. اصلا زخمی هم نه، من این پولو نگه می‌داشتم توی شرایطی که واقعا بهش احتیاج داشتم، یه مشکل خاصی پیش میاد، خب ما برای اون استفاده می‌کردیم. موضوع سلامت موضوع ملی است، موضوعی نیست که یک دستگاه انتظار داشته باشیم بنشینه و اون رو مدیریت کنه. لزوما همه هزینه‌هایی که برای سلامت میشه، هزینه‌هایی نیست که ما به عنوان هزینه‌های بهداشت و درمان می‌بینیم.
یه بخشی هزینه‌ای که برای سلامت میشه هزینه‌هایی میشه که حتی شما تو بخش خوراک میبینید، چون اگه دقت بشه تو زمینه خورد و خوراک اون میتونه به سلامتی منجر بشه. یه بخشش ممکنه هزینه‌هایی بشه که شما تحت عنوان آموزش تو سرفصل‌های هزینه‌های دولت می‌بینید، منتها اون ممکنه کمک بکنه به اینکه افراد یاد بگیرن که چطور بهداشت فردی خودشون رو رعایت کنن یا چه راهکارهای ساده‌ای را به کار ببندن برای اینکه بتونن سلامت خودشون رو در کوتاه مدت و بلند مدت تضمین کنن. الان اولویت من این تو زندگی میده با این مشکلاتی که خب تا الان داشتم، این که فقط از خدا میخوام زودتر خوب شم، زودتر حالت اولم برگردم، حالتی که این درد کمر، این درد پا رو نداشته باشم، بتونم خودم زندگیمو جمع کنم، نه اینکه مادرم، مادر شوهرم اینا همه بسیج بشن که بتونن منی که خب خیلی از اونا جای بچه اون هستم، اونا تازه منو میخوان تراخوش کنن. آموزش رو از دو منظر میتونیم دنبال کنیم. یک، آموزشی که بایستی از مدارس شروع بشه. دو، هم صدا سیما به واسطه نفوذ بسیار زیادی که داره و اثرگذاری بسیار زیادی که داره میتونه به عنوان مرجع خوبی باشه برای مردم. میپذیرن، اعتماد دارن، وقتی از زبان متخصصین این مسائل منتقل بشه مردم به راحتی اون رو میگیرن و پذیرا هستن. من فکر میکنم شاید امسال بخوام اگر گزارش های تهیه بکنم سراغ مردم و مسئولین برم سراغ بعضی از مسئولین بپرسم برای اینکه شیر و لبنیاتمون رو مردم بیشتر بخورن و سالمتر باشه چه کار کردن، برای اینکه تلفات رانندگیمون کمتر بشه چه کار کردن، برای اینکه به هر حال سموم و پراورده های کشاورزی ما آغشته اینقدر به سم کشاورزی که میتونن سرطانزا باشن نباشن چه کار کردن که شیر و ماست پرچربی ما داخلش روغن نباتی نباشه. چرا اینطوریه؟ خب تک تک این آدم‌های سالم هستن که باعث میشن کشور ما رونق بگیره. ما ثروت رو می‌بینیم، اما هر کدوم از اینها یه گوشه کار رو گرفتن. از اون کارگری که یه فنی رو بلده، یه پیچ رو داره صفر میکنه و اون فقط بلده، تا اون دانشمندی که دانش و علم میسازه، تا اونی که توی دانشگاه درس میده، تا اونی که به هر حال تولید کننده توی کشور ماست، همه اینها لازم سالم باشن تا بتونن کارشون رو خوب انجام بدن و بتونه کشورمون به اون ثروت، به اون توسعه اقتصادی، به اون رونق، به اون شناختی که در جهان لازم داریم برسه. من اینا رو دنبال میکنم. اینم سهم منه. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردار.